به نام خدا سلام میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیر کمری هستم. به پادکست آناتومی برند خیلی خیلی خوش اومدین. در این جلسه در خدمت آقای میلاد پرنده هستیم. آقای پرنده خیلی خیلی خوش اومد. سلام به همه شما دوستان عزیزم. امیر بزرگوار، خیلی متشکرم که من رو به این پادکست دعوت کردی و امیدوارم که امروز نکات آموزنده و پرارزشی براتون داشته باشه تا بهای زمانی که میذارین رو به بهترین شکل ممکن به دست بیارید و دیتای خوبی داشته باشید. من در قطعا خدمتتون هستم. سلامت باشید. مرسی که افتخار دادین و تشریف آوردین. آقای پرنده، برای عزیزانی که شما رو نمیشناسن، همون مدلی که همیشه خودتون رو معرفی می‌کنید بسیار جذابه. اگه بخوام خودتون رو معرفی کنیم ممنون میشه. من میلاد پرنده هستم. توی سمینار دانشگاه الزهرا گفتم من میلاد پرنده هستم، بچه شهرستان، از شهر خیلی کوچیک، شهر نهبندان نزدیک بیرجند میشه. باز شاید بیرجند رو بعضی ندونن کجاست. بیرجند، بروجرد، بروجرد، باجنورد، همه شبیه همه. بیرجند در جنوب خراسان جنوبیه و اینکه بین زاهدان و بیرجند شهر نهبندان. البته که الان نزدیک به 6 سال 7 ساله که در مشهد هستم و دیگه اونجا نیستم، اما شروع از اونجا بوده. اومدیم و شروع کردیم آموزش دیدن و آموزش دادن و سعی کردم در مسیر آموزش قرار بگیرم. الان توسعه فردی درس میدم، تو توسعه فردی فن بیان و سخنرانی و حالا ورکشاپ‌های دیگه، و در حوزه کسب و کار مشاوره کسب و کار دارم و بعضی از کسب و کارها دورهای فروش و هوش مصنوعی. این خلاصه ای از فعالیت‌های من در این چند وقت. بسیار عالی. اصل داستان ورودتون که می‌خواستین شروع بکنین چه عاملی باعث شد که یهو جذب این مسیر شدین که گفتین من می‌خوام توسعه فردی درس بدم؟ چون شما اولین موضوعتون هم توسعه فردی بود دیگه، درست میگم؟ بله. حالا الان بهتون یه چیز جالب بگم راجع به اولین کارگاهی که برگزار کردم. شروع داستان اینجوری بود که من خیلی زیاد دوست داشتم که درس بدم، چون پدرم معلم بود، مادرم معلمه، خالم معلمه، عموم معلم، مثلا آموزش پرورش ماییم انگار اینجوریه و دوست داشتم درس بدم. این ارزش اضافه کردن رو خیلی دوست داشتم، اما دیدم با بعضی از اون چارچوب‌های ذهنی و فکری من نمیخونه. مثل اینکه خب معلم‌ها از لحاظ درآمد پایینی دارند همچنان. من چون از یک خانواده کاملا معلم بیرون اومدم که راحت میتونم در این مورد صحبت کنم. از اون ور قضیه ساعت‌ها، شهرها، مثلا من 2 سال رو دوم و سوم دبستان رو در یک روستا زندگی کردم، نام روستای معدن حاجات. این روستا رو خب خیلی اصلا شاید نشناسن چی به چیه. دوم و سوم دبستان اونجا بودم چون پدر مادرم منتقل شدن به اونجا و من مجبور بودم اونجا باشم. اونجا اینجوری بود که 2 قسمت بود، یه قسمت خونه‌های روستایی، یه قسمت خونه‌های سازمانی که برای کارمندای معلما گذاشته بودن، چون هر هفته میومدن و میرفتن. اینجوری بود که خونه ما دیگه آخر بیابون بود، یعنی مثلا بعدش یه جنگلی بود و تو اون جنگل سرسبز باز نه ها، یک نوع پوشش گیاهی خاص که مختص کویره. شبا دیگه صدای مثلا شغال و اینا میومد، مثلا کفتار میومد. خب من این مدل زندگی رو دوست نداشتم. این قسمت از زندگی هیچ وقت جایی نگفته بودم آقا من 2 سال از عمرم رو به خاطر اینکه پدر مادرم معلم بودن در روستا زندگی کردم. هیچ باکی ندارم از این که اینو بگم، ولی میخوام بگم مسیر سخت و دوست داشتم شرایط بهتری باشه. دوست داشتم من تعیین کنم چقدر پول در بیارم، نه یکی دیگه بهم بگه تو ماهیانه اینقدر در میاری. دوست داشتم من ساعت فلان تا فلان کار کنم، نه اینکه یکی دیگه بهم بگه تو با ساعت فلان بری فلان جا. این خیلی زیاد برام مهم بود. کم کم با مسیر آموزش خصوصی آشنا شدم. اومدم تو مسیر آموزش رو یاد گرفتم. همزمان من یک بیزینس داشتم و در حوزه چاپ فعالیت میکردم. اینو بگم که من ذهنیت بیزینسی داشتم. این خیلی مهمه. برای همین اولین نکته‌ای که اینجا به همه عزیزان میگم، فقط کار کنید. فارغ از اینکه پول خوبی داره یا نه، کار کنید. بدترین آورده اون موضوع برای شما اینه که ذهنیت بیزینسی خواهید داشت. ذهنیت پول در آوردن خواهید داشت. اصلا به پولش فکر نکن اگر سنت پایینه. منظور من از سن پایین 23 4 5 6 7، من به این میگم سن پایین. من 34 سالمه و بهتون میگم در 27 سالگی چیکار کردم که اینو میگم سن پایین.
مسیر آموزش اینجا شروع شد، کم کم اومدم وارد فاز آموزش. حضوری من آموزش. من یه نکته هم به دوستان بگم، چون دیگه میدونن آنلاینه دیگه، فضا آنلاینه، بعضی وقتا ممکنه صدا قطع و تصویر اینا بشه. طبیعیه کامل، اینجا تو ایرانه. یعنی گفتم بگم که خیال بچه‌ها راحت باشه، یه کجا داریم زندگی می‌کنیم. آره بفرمایید. اولین کارگاهی که برگزار کردم آموزش اینستاگرام بود. اسم کارگاهم چی بود؟ زندگی اینستاگرامی. فکر میکنم سال مثلا 96 من این کارگاه برگزار کردم، 97 6 اینا بود. تقریبا 5-6 ماه بعد آقای احمد کلاته دوره اینستاگرام ضبط کرد به نام زندگی اینستاگرامی، با همون اسم. با همون اسم. بزرگوار. مرسی. خب نه نمیگم که ایشون از من را کپی کرد، میدم اسمش. آره اسم قشنگ بوده، به ذهن من هم رسیده، به ذهن ایشون هم رسیده بود. بعد توی لایواش بعضی وقتا آدما رو می آورد بالا، یا مثلا یه پیجی پرایوت داشت اونجا، و بعضیا عضو بودم، من اونجا عضو بودم و گفتم یه دوره آماده کردم نام زندگی اینستاگرام. گفت اسمت هم که از ما کپی کردی. گفتم بابا به خدا قسم من قبل از اینکه شما اصلا دوره اینستاگرام بزنی من اینو زده بودم. ولی خب میخوام بگم اولین دورم اون بود. تقریبا میتونم بگم در فضای اینستاگرام کسی نبود که تدریس کنه، تقریبا کسی نبود. یعنی من فقط فکر می‌کنم آقای رضا رفیعی اون موقع بود که اینستاگرام کار میکرد، و فکر میکنم حالا باز دقیق خاطرم نیست، آقای حاجی محمدی هم مثلا یه دوره اینستاگرام داشت اون موقع، یه دوره خیلی معمولیه، 96 دیگه، 96 97. ساده. آره اون حدودا بود. و شروع با این بود، اما دیگه به سری دلایل اومدم توی توسعه فردی و فن بیان رو پیش بردم. بسیار عالی. سخت‌ترین بخش اون ساخت برند شخصیتون مثلا اول کار به نظر برای خودتون چی بوده که آدم‌ها اعتماد کنن؟ ببین آدم‌ها به چیزی اعتماد میکنن، یعنی من اصلا تعریف کسب و کار رو اگر بخوام به افراد بگم اینه که ارزشی که خلق میکنی، بسته به میزان ارزشی که خلق میکنی آدم‌ها به تو اعتماد میکنن. خیلی راحت، این کار سختی نیست. چی شد که به من آدم‌ها اعتماد کردن؟ من مبنا رو بر کیفیت گذاشتم، همه چیز با کیفیت باشه. البته اگر شما کاملگرایی لطفاً به این قسمت از صحبت‌های من گوش ندید، چون در دام این میافتید و اولین کارگاهتون میشه 500 سال دیگه. من سعی کردم محتوای خوب ارائه کنم، سعی کردم توی کلاسی اگر برگزار میکنم کلاس من اصطلاحاً گوگلیبل نباشه، یعنی محتواش جوری نباشه که تو گوگل اومده. اون زمان که هوش مصنوعی نبود دیگه، مثلا من یادمه برای دوره جامع فن بیان خودم نزدیک به 8 ماه زمان گذاشتم. این کار حماقته ها. تاییدش نمی‌کنین الان؟ نه اصلا الان بهتون جلوتر میگم الان چجوری دوره آماده میکنم، ولی محتوای خیلی خوبی آماده کردم و افراد میومدن میدیدن محتوایی میگه که جای دیگه نیست، واقعا به راحتی پیدا نمیشه، مثالهای شخصی داخلش هست که جای دیگه نیست. این کاستومایز شدن خیلی کمک میکنه به اینکه دوره شما بهتر باشه، متفاوت تر باشه. حالا من این سوالو قبلش بپرسم، عموم مخاطبین ما مدرسن یا نه از هر کسی؟ اکثرا مدرسن، یعنی هدف اصلا همینی. به خاطر همین اگر خیلی گوش نمیدن به خاطر اینی که افراد خاصی گوش میدن، کسانی که مدرسن، تخصص دارن، نتونستن متمایز بشن، یا کسانی هستن که میخوان وارد حوزه آموزش بشن. متوجه شد. حالا با توجه به اینکه این مسیر اومدین، چون دو تا سوال خودتون باعث شده که بعداً میپرسم. یکیش این که چه عادتی ساخته بودین تو مسیر کاریتون که این تداوم وجود داشت، یعنی اون عادت اصلی که خودتون برای خودتون داشتین چی بوده؟ ببین من چون جزو معدود افرادیم که چیزی به عنوان عادتهای کسب و کاری ندارم. من فقط یک کار خوب بلدم، اونم استمراره. من خسته نمیشم، فقط همین یه دونه نکته است، فقط همین یه دونه است، فقط خسته نمیشم. خیلی حرفه ها، یعنی مثلا وقتی آدم 2 بار نه بشنوه خیلی ناامید میشن، 3 بار، 10 بار یکی بهش بگه نه
خیلی آدم ناراحت میشه یا فکر میکنه که من بله مشکل بله. دارم، ولی این استمراره پشتش کلی از این حرف هست. خیلی وقتا. من یک بذار ببینم میتونم عکس رو اینجا واسهتون بیارم همینجا نشون بدم. یه عکس دارم از اولین وبینار پولی که برگزار کردم. آها. یعنی وبینار معارفه بود، آخرش قرار بود دوره معرفی کنم به افراد و اینکه توی خونم برگزار، من دفتر نداشتم دیگه، توی خونه برگزار میکردم. نزدیک 1.5 ساعت محتوای واقعا بی‌نظیر آماده کرده بودم. یعنی اگر اون دوره رو همین الان کسی نگاه کنه باز متوجه میشه که محتواش خیلی خوبه. و آخرش دوره رو پرزنت کردم، معرفی کردم. گفتم اونایی که میخوان تو این دوره ثبت نام کنن لطفاً عدد 2 رو بفرستن. این عکسیه که وبینار اون روز من با 2 تا لپتاپ داشتم این کار رو انجام میدادم که همزمان اسلایدها رو ببینم و رصد کنم و فکر میکنم نزدیک به مثلا 200 نفر تا 300 نفر توی وبینارم بودن، وبینار رایگان. گفتم اونایی که میخوان عدد 2 رو به این شماره بفرستن. یه دوره معرفی کردم به قیمت 150,000 تومان. 1 نفر عدد 2 رو فرستاد و اون 1 نفر خالم بود. هیچ کس نبود. آره طبیعیه ها، یعنی این لبخنده چون برای خودم پیش اومده، میدونم قشنگ آدم میدونم. فک و آره فامیل. آره برای همه پیش میاد. آره. اول کار کسی برای اعتماد نمیکنه. صرفا دارم اینو میگم که اصلا آره طبیعیه، این آره بخشی از مسیره. واقعا. ببین برای اینکه شما زخمی که روی بدنتون دارید رو ترمیم کنید باید جراحی کنید. برای جراحی باید یه آمپول بخورید. برای آمپول باید درد تحمل کنید. بخشی از مسیره. قشنگ. نمیشه بگی نه من درد رو نمیخوام تحمل کنم. میخوای این زخم تموم بشه، بله درد رو تحمل کن، بخشی از مسیره. این اولین وبینار من بود که اینجوری پیش رفت. خیلی جالب. اینکه حالا تو این مسیری که اومدین، خب قاعدتا شما موضوعات مختلفی هم آموزش دادین و هنوزم دارین آموزش میدین. آیا فرق بله. این تمایز رو چجوری میتونی ایجاد بکنی؟ یعنی برای خودتون، چون مثلا میگم یه نفر میاد آموزش میبینه بعد میگه که من میخوام مثلا مشاور بشم تو این حوزه یا اینکه آموزش بدم، بعد دچار سندروم ایمپاستر میشه، میگه که من بلدم، کیفیتم آها. خوبه، ولی شما ماشاءالله همه رو دارین پیش میبرین و کاملا هم احاطه دارین رو موضوع. با این سندرومه که احتمال برای شما پیش اومده چجور در واقع جنگیدین؟ ببین یه روزی داداش ما با هم دیگه نمایش کتاب رفته بودیم، از این مال مثلا 8 سال 9 سال پیش هم. و برادر من یک کتاب خرید، آموزش کامپیوتر. تو این کتاب گفته بود ورد اینه، این دکمه رو بزنی ورد باز میشه، میتونی تایپ کنی. به این میگن پرینتر، به این میگن صفحه کلید و به این میگن اکسل. آموزش اکسل و ورد نه، این چیزای معرفی بود. ببین 8 9 سال پیش نمیگم اینترنت فوق العاده بود، ولی ما چیز اون اینترنت داشتیم، میتونستیم از اونجا بگیریم. من خودم اینا رو بلد بودم. من نزدیک به فکر کنم 15 16 سال پیش فتوشاپ رو یاد گرفتم. چجوری؟ دایم یه کلاسی در ارشاد میرفت، یه مدتی میرفتم زاهدان، خونه پدر بزرگم اونجا، چون من متولد زاهدانم. میرفت اونجا و باز اون میومد، من نشستم ببینم این چی کار میکنه یاد بگیرم. بعد حرفه‌ای‌تر شدم، کتاب گرفتم، از اون کتاب آموزش فتوشاپ دیدم دیگه. ببین چه سمی میشد با کتاب فتوشاپ یاد بگیریم. خب میگم فضای مثلا 8 9 سال پیش اینترنت بود. وقتی داداشم این کتابو خرید گفتم چیه میخری، به درد نمیخوره. گفت من بلد نیستم دیگه، برای من خوبه. یک جرقه خیلی بزرگ تو مغزم خورد. پله 3 باش و به 2 1 درس بده. پله 5 باش به 4 3 2 1 درس بده. پله 9 باش به 8 7 6 5 4 3 2 1 درس بده. شاید اون روزی که اون نویسنده اون کتاب داشت اون کتاب مینوشته، بعضی بهش گفتن تو دیوونه ای، چی همه میدونن دیگه، بلدن. گفته من واسه اونایی می‌نویسم که بلد نیستن. پس تو مسیر هر جایی که هستید اگر دچار این سندروم ایمپاستر میشید که من که آخه نمیتونم، آخه به من که نمیشه، پله چندی؟ 2 هستی دیگه، از 1 تا 10 2 هستی، به 1 درس بده.
یک کار رو پیدا کن به 1 درس بده. خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده، زیاده، خیلی زیاده. خیلی یعنی زیاده. در حد آره همون مثلا عنوان و چیست اینو سرچ میکنن، بعضی در این حدن و واقعا میشه به این آموزش داد دیگه. آره آره آره. من چون سایت دارم و تو سایت هم باز چت آنلاین مدتی وجود داشت و سوالا رو میدیدم که بخشی از مردم واقعا در یک لیگ دیگه دارن زندگی میکنن. افرادی که در فضای تدریس میان آنقدر در معرض دوره‌های آموزشی قرار میگیرن که فکر میکنن همه دیگه متخصصن. فکر میکنم خطای متخصص هستن بهش میگن، حالا آره. سرچ کنید اگر اشتباه نکنم. فکر میکنم همه بلدن. ببین قانون 80-20 یکی از ساده ترین، پر تکرار ترین و دیگه بدیهی ترین قوانینه. برید بپرسید ببینید چند نفر اینو بلدن. آره. قانون 80-20. ما چون تو آموزش این فیلم میکنیم همه بلدن، بعد تو مثلا یا آفرین. پومودورو باز خیلی دیگه بیشتر هم شنیده شد تو همون مایاس، باز کسی نمیدونه دقیقا چی بود چیه. آفرین. آره. آفرین. پس من چیکار کردم؟ من سعی کردم هر جایی هستم، هر جایی میرم. من وقتی توی فن بیان، من دوره فن بیان من در مشهد گرونترین دوره مشهده و بقیه از این پایین‌تره. من از 6 جلسه 3 جلسه رو خودم میرم، به من دسترسی ندارن، شماره شخصی منو ندارن، آیدی منو ندارن، اصلا من دسترسی ندارن از اینکه توی دوره شرکت میکنم. اما دوره همچنان گرانترین دوره مشهده. من وقتی میام توی فضای مثلا هوش مصنوعی وارد میشم در 2 سال پیش، خب اون روز پله 2 بودم، میگم اوکی به 1 درس میدم. یکم جلوتر پله 4 و 5م، اوکی به 3 2 1 درس میدم. من تو دورتون هم بودم. این ذهنیت کدوم دوره رو؟ دوره پرامپت نویسی خیلی خوب بود. آها. آره. اینجوریه دیگه. من سعی میکنم به هر جا میرم یه سطحی خودمو برسونم، سری به پایینیاش درس میدم، نه اینکه بذار برم من حالا یه چیز خیلی خفن بشم و بعد نمیشه. اینجوری نمیشه به نظر. حالا برای کسی که اول کاره یا این که همونجور که گفتیم متخصص است ولی دیده نمیشه، از نظر شما کسی که سالیان سال داخل این حوزه داره فعالیت میکنه و کار کرده، آدما چجوری میتونن تمایز خودشون نشون بدن؟ چجوری میتونن تو دنیایی که همه ادعایی دارن صادقانه بگه آقا من اینو بلدم و نقش هم بازی نکنه؟ چون نقش بازی کنه قاعدتا دستش رو میشه، اما کسی که نقش بازی میکنه و واقعا یه چیزی رو بلده چجوری میتونه تمایز رو ایجاد بکنه؟ من پاسخ این سوال رو با داستانی از استیو جابز بهتون میدم. آقای استیو جابز یک دوست خیلی خوب داشته که اپل رو ما مدیون اونیم مثلا، نه مدیون استیو جابز، نام آقای استیو ووزنیاک. استیو جابز دانش فنی شاید خیلی نداشته، استیو ووزنیاک داشته. استیو جابز پرزنتر خیلی خوبی بوده. یه روزی میاد به استیو ووزنیاک میگه آقا من یه پروژه از HP دارم میگیرم $700، تو بزنش. من پروژه رو گرفتم دیگه، 350 تا تو، 350 تومن. اون میگه باشه میزنه. آقای استیو جابز میره و $7000 پول میگیره از اونجا، ولی به ووزنیاک 350 تا میده. اگر هنر پرزنت نیست پس چیه؟ میدونید میخواید متمایز بشید، نان استاپ محتوا تولید کنین و خوب پرزنت کنین کارتون رو و خودتون رو. شما باید نکاتی بگید که جای دیگه نیست. میگه آخه بلد نیستم. باید یاد بگیری. از کجا یاد بگیرم؟ از دانشگاه بزرگ یوتیوب شروع کن و برو ادامه. یه کاری که بهتون پیشنهاد میکنم در تولید محتوا انجام بدید، کاستومایز کنید، شخصی سازی کنید. یعنی چی؟ یعنی شاید یه جور نیش مارکت بشه ها. مثلا میخوای فن بیان درس بدی، با فن بیان ویژه معلمین شروع کن، با فن بیان برای وکلا شروع کن، با فن بیان برای روانشناس ها شروع کن. 2 دسته این آمار کسب و کار منه ها، خیلی ارزشمنده به دست آوردنش، ولی دارم به شما این رایگان میگم. 2 دسته آدم هستن که خیلی زیاد پول میدن اگر حوزه بیان هستید، به ارتباطات هستید. یکی روانشناس ها و یکی وکلا. این دوتا رو تارگت کن. پس من جای تو باشم اولین دوره فن بیان مختص روانشناس ها.
حالا دورش فرق میکنه؟ نه عزیزم، اصلا فرق نمیکنه، همونه. مثالهات برای روانشناس هاست، همین. پس میخوای شروع کنی متمایز بشی، این میشه تمایز تو. چون من دوره عمومی دارم، روانشناسی میگه نه دوره عمومی نمیخوام برم، طبیعی هم هست. بله. تو یکی رو میبینی که مختص ماست، اصلا انگار تخصص خودتون انگار میره بالا، میگه آها فقط برای مثلا فلان گروه داره درس میده، این دیگه کیه؟ آفرین. اینجوری میشه. آره آره. و وقتی شروع کردی به کار، یکی از مهمترین قدم هایی که باید برداری به نظر من، نظر رضایت قبلی هست. ما چجوری دورمون رو گرون ترین دوره مشهد کردیم؟ ما تو گوگل میایم بالا، افراد همه جا زنگ میزنن و بعد به ما زنگ میزنن میگن چقدر دورتون گرونه. میگیم ببین برات چی مهم؟ اون که جواب بگیری یا فقط یه دوره بری؟ میگن من میخوام جواب بگیرم، من این مشکل رو دارم، این مسئله رو دارم. یا اوکی. بعد بهش میگیم ببین ما 600 تا ویدیو نظر رضایت داریم. ویدیو ها، اسکرین شات نیست، فایل صوتی نیست، متن نیست، ویدیو. اگه جای دیگه فکر میکنین بیشتر از 600 تا داره و جواب گرفته که خب انتخاب کنید، تمومه، ناکوته. با همین کار خیلی خوب. من برای اینکه 600 تا رو بگیرم یه چیزی سر کلاس میدم، یه دوره خیلی خوبم و رایگان به بچه‌ها میدم. به اون هدیه دوره فن بیان. بله بله. ببین دنیای داد و ستده بله. و تنها جایی که این قانون نقض میشه پدر و مادر با فرزنده. چون پدر و مادر این البته میشه گفت طبیعت دیگه، تکامل اینجوری که پدر و مادر تمام منابع رو در خدمت فرزند میذارن، جوونی، پول، انرژی فرزند بزرگ میشه و ترک میکنه. دوباره این چرخه تکرار میشه، من تمام منابعمو در اختیار فرزند میذارم، اونو به جای میرسونم و من از دور خارج میشم. چرخه ادامه داره. بقیه دنیا داد و ستده. پس میخوای یه ویدیو خوب بگیری، یه چیز ارزشمند بهش بده، اون ویدیو واسط کار میکنه. ولی خیلی جذاب. من دو سه تا سوال برام پیش اومد، میدونم زمانمون هم محدوده. یکی این که بحث ذهنیت پولسازی که گفتین، ذهنیت بیزینسی. من یادمه توی که خاطراتی که ازتون دیده بودم گفته بودین که من اول میمدم جلسه مشاوره رو مثلا یه مبلغی میگرفتم، بعد یه بار به ذهنم اومد که بیشترش کنم، بیارمش رو 3 تومن، بعد آوردمش رو 14 تومن، حالا اون بازه زمان. و این اتفاق باعث شده بود و باز مردم میپذیرفتن و میومدن. اون ذهنیت، بله. اون جایی که خودتون بحث قیمت گذاری خب خیلی سخته. بعضیا وقتی میخوان قیمت بذارن فکر میکنن که آدم ارزشمندی برای اون مبلغه نیستن، با اینکه کلی آموزش دیدن، حتی بله. کار اجرایی کردن. صادقانه برای خودم هم پیش اومده بود تو این بازه زمانی. میخوام ببینم که اون ذهنیتی که شما داشتین چی بوده که بحث قیمت گذاری رو اصلاح بکنید. به نظر من ارزشمندترین دارایی هر کسی بعد از زمان ذهنیتشه. و چقدر خوب میشد که ما یه جایی داشتیم که ساعتها در مورد ذهنیت صحبت میکردن. داریم الان، ولی چون من دیدم بیشتر این ذهنیت رو با فضای قانون جذب ترکیب کردن، من خوشم نمیاد. درسته یا نه؟ من قبول ندارم. شما قبول داری، جواب میده، تکرارش کن، ادامه بده، اصلا به حرف منم توجه نکن. اولین کاری که باید انجام بدی ورودیات رو کنترل کنی، ورودیای مغزت. من میرفتم مثلا یه سری جاها، کلا خانواده ما همه کارمندن دیگه، الان همه بازنشسته شدم. مکالمات بازنشسته ها چیه؟ 1 تومن فلان چیز رو ریختن، 2 تومن فلان چیز رو ریختن، نمیدونم 250 تومن اونو اضاف کردن. وای چرا اونو کم؟ مال تو چقدر زیاد شد؟ مال من 2 تومن. مال تو چقدر؟ مال من 1750. چرا 250؟ وقتی این مکالمات رو میشنوید نمیتونید به اعداد بزرگ فکر کنید. پس ورودیاتون رو کنترل کنین. سعی کنین به هر روشی که میشه با آدم‌های ارتباط بگیرین که ثروتمندن. این میشه شبکه سازی ها، باید اونو بلد باشید. کوتاه بگم از شبکه سازی، چیزی برای ارائه به اون فرد داشته باش. اگر سنتون زیر 35 6 40 ایناست، شما میتونید خیلی راحت هوش مصنوعی رو یاد بگیری و با داشتن چیزی به نام AI بری تو جمع این آدم گنده ها، چون اونا احتمالاً بلد نیستن.
یا وقتشو ندارن. ببین من زمانی که چاپخونه داشتم گرافیست بودم، کار گرافیکی انجام میدادم، یعنی فتوشاپ رو بلدم کامل. الان نمیتونم بشینم پوستر بزنم چون وقتشو ندارم. پس به یه گرافیست پول میدم، خیلی وقتشو ندارم. پس این شبکه سازی رو تکرار کن با خودت تا بری وارد این جمع این افراد بشی. قدم بعدی، لطفاً پولهای بزرگ برای خودت خرج کن. یه پولی که خودت هم بگی بابا این چه کاری بود من کردم. این بدترین کاریه که تو میتونی انجام بدی. من یادمه خیلی خاصه، جان خیلی نکته خاصی. من یه دفعه دانیال نظامی هم که حالا ایشالله اونم میاد تو جلسات، اون از اونم شنیده بودم، گفت خرج کن برای خودت. این نکته‌ای که خیلی دارم به من میگن. آره من یادمه دبیرستانی بودم 18 سال پیش، شاید همین حدوداً 17-18 سال پیش. یه پالتو دیدم یه جایی، میگم من چون از همون موقع ذهنم رو این بود که متفاوت باشم، من نمیخوام مثل جای دیگه، چون برای ما فرصت استخدامی هم فراهم شده بود. من گفتم نه استخدام نمیشم. همه گفتن داری بیچاره میکنی خودتو، نکن. 10 سال پیش عالی بود استخدامی. من گفتم نه این دوست ندارم. 18 سال پیش مدرسه بودم و یه جایی یک پالتو دیدم، قیمت این پالتو بود 350,000 تومان. نگاه کنید دیگه، حساب کتاب کنید 18 سال پیش یه پالتو 350,000 تومان میشه چقدر الان؟ واقعا خیلی. من فکر میکنم مثلا حقوق پدرم بود، نمیدونم مثلا شاید همین حدودا بود، انگار پول یه ماهشون میداد واسه این کار. من گفتم من اینو میخوام. گفت اصلا خیلی گرونه. گفتم ببین هر طور شده من اینو میخوام. بابا پدر من خیلی به من کمک کرد در زندگی، بسیار زیاد. من قدردان رفتارش هستم، چون ذهنیت من بخش زیادیش از پدرم به من منتقل شده. با اینکه خودش کارمند بود اما ذهنیت خیلی خوبی داشت. هر طورشون رو برای من خرید. هر وقت اون پالتو رو تنم میکردم احساس میکردم یه آدم دیگم. یک پسر دبیرستانی پالتو تنش بود، اصلا نوع صحبت کرده، نوع نگاهش فرق میکرد. یه جمله رو زیاد شنیدی، اینایی که پول دارن عوض میشن. بله عوض میشن. بله خب چی؟ چرا نباید عوض شن؟ نه خودتو گم کردی عزیزم. به واسطه اون قدرتی که داره نوع رفتارش عوض میشه، نمیشه مثل قبل. من بی احترامی منظورم نیست، اصلا این منظورم نیست. معلومه من الان وقتی زمانم وحشتناک پره نمیتونم مثل قدیم برم تو گروه مثلا خانوادگی 2 ساعت 3 ساعت چت کنم. نمیتونم. حالا ممکنه بگن خودشو میگیره، اسمش نمیدونم، هر چی که هست. من منابعمو دارم محدود میکنم، منابعمو دارم یه جایی درستی خرج میکنم. پس برای خودتون خرج کنید. سال یه بار میشه، سال یه بار یه پول بزرگی، یه جای یه چیزی بخر که ذهنت بگه واو من لیاقتشو دارم. این چکی بود که من یه جایی خوردم با که دوستانم رفته بودم یه رستورانی و اون گفت، مال فکر می‌کنم مثلا 8 سال 9 سال پیشه، مثلا یه رستورانی و دوستم گفتم چه غذاش گرونه اینجا. گفت که ببین تو خیلی ذهنت مشکل داره. گفتم چرا؟ گفت وقتی فکر می‌کنی 500,000 تومان غذامون بود 500,000 تومان، 500,000 تومان گرونه، خب بعد میگه هیچ کی نمیاد، پس تو هم محصول گرون تولید نمی‌کنی. هدشات بود. هدشات بود واقعا. آفرین. گفتم راست میگه دیگه. ببین تو وقتی میگی او کی میره دوره میخره 600 میلیون تومان، آیا در خودت میبینی که دوره 60 میلیونی تولید کنی؟ نه دیگه، نمیشه دیگه. پس این خرج کردن به نظر من یکی از روش هاشه. باز من نمیگم هرچی پول آوردی رو برو خرج کن، یکی از. آره خیلی من از شما الان اینجا یاد گرفتم صادقانه. یعنی تو همین
29 دقیقه که داریم صحبت میکنیم و دارم ضبط میکنم، قطعا خیلی ازتون دارن یاد میگیرن. یه جا گفتیم 27 سالگی یه کار خاصی انجام دادیم و راجع به سن که دارین حرف میزنیم میگین که انقدر جوونه. حالا ما یه نسخه خارجی داریم، گری وینرچک میگه که زیر 40 هنوز جوونه، زیر 40 هنوز خیلی راه داره تو فضای اینترنت. البته با توجه الان با توجه به وضع مملکت که قشنگ اونجوری که نیست، خیلی اتفاقا داره میفته و متفاوت داریم زندگی میکنیم، از نظر شما تا کجا واقعا اون آدم جوونه؟ میدونین، یعنی راه داره آزمون خطا کنه. ببین من خیلی زود ازدواج کردم. من 34 سالمه و یک دختر 8 ساله دارم. خدا متشکرم. سن 27 سالگی من در نهبندان بودم، کار آموزش رو شروع کرده بودم، یه کوچولو درآمد داشتم و از شهر نهبندان مهاجرت کردم به شهر مشهد. 700 کیلومتر فاصله است. کار رو ول کردم، شهر رو ول کردم، با زن و یک بچه ریست شد زندگی از صفر. از 27 سالگی اومدم یه شهر بزرگ. حالا مثلا خب خانواده همسرم اینجا بودن ها. سخت بود ولی ریست شد. پس اگر ازدواج نکردی که اصلا کامل ساکت باش و تست کن. ازدواج کردی، 2 تا بزرگین، باز این کار انجام بده، چون یه شب اصلا گشنه میخوابی، خودتی خودش آرزو رویا دارید، واسه اون بهاشو بپرداز دیگه. و اگر بچه داری، خب تا اینجا رسیدیم باز مثل هم دیگه، با هم مثل هم شدیم. من چیزی به عنوان این که خب الان دیر شده نمیفهمم. برای بعضی از آدما همیشه سه شنبه ساعت 3 واسه هر کاری زوده، واسه هر کاری دیره. مثلا ساعت 3 دیدی دیگه، هر کاری میخوای میگن 3 شد دیگه، رفت روز رفت. بعد میخوای انجام میگه هنوز که زوده، 3 هنوز وقت هست، 3 شنبه است دیگه، بذار از اول هفته. خب انجام بده، نه بذار دیگه الان بذار آخر هفته انجام میدم. مثلا 3 شنبه ساعت 3 وضعیت اینجوریه، نه اینجوریه نه اینجوریه، اینجوریه. بعضی آدما همیشه همینه، همیشه 3 شنبه ساعت 3 واسهشون. من نه، من پنجشنبه جمعه ساعت مثلا 11 شب میگم یه ساعت وقت اونم یه کاری انجام میدم. چون من همیشه به این فکر میکنم فردا صبح میمیری. الان چیکار میکنی؟ الان باید این کارا رو بکنم، پس اون کارو بکن، چون نمیدونی که میمیری یا نمیمیری. این ذهنیت منه دیگه. خدا نکنه، نه خدا میکنه عزیزم، خدا میکنه، نمیفهمی اون مردی. پس جوری که دوست داری زندگی کن، کاری که باید بکن، نگو دیر شده دیر شده. شاید تو 60 سالگی تصمیم میگیرم شغلمو عوض کنم. نه، چون این ذهنیت الان منه دیگه. این سکوتی که تو جلسه هست به خاطر اینکه شما نکات اینقدر خوب میگین، آدم میره تو فکر. یعنی همه الان ساکت، همه جوری دارن گوش میدن و واقعا جذابه. همین که به قول شما اگر ازدواج نکردی، فقط خودت که ساکت باش، زمان داری، و اگر حتی مسئولیتی هم داری باز زمان داری. یعنی فارغ از هر موقعیتی آدم باید از همون زمانی که داره استفاده بکنه. چیزی بودی که من متوجه شدم از صحبتاتون. حالا اگه میخواین کم و زیادش هم بکنید. قطعا نه، درست میگی. آقای پرنده، به نظر شما یک برند شخصی تو حوزه آموزش، اگه بخواید تعریفش بکنید، کلا یک پرسونال برند رو تعریف بکنید، از نظر شما چیه؟ چه کسی میتونه بگه من یک برند شخصی دارم؟ ببین به نظر من برند، کلا برند بله. گره میخوره با کیفیت در هر حوزه‌ای. مثلا شما لپتاپ تولید کن، شما نمیدونم میز و صندلی تولید کن، مثلا شده بگی فلانی برنده چی تولید میکنه؟ آشغال. نیست همچین چیزی. برند با کیفیت گره خورده. در حوزه آموزش میخوای برند بشی، با کیفیت باش. پرنده، یه نکته که الان هست، بعضی فکر می‌کنن کیفیت یعنی این که من بیام یک فضای خیلی خاص رو پشت سرم نشون بدم، ماشین نشون بدم، خونه نشون بدم، که اون کیفیت. ولی مطمئنا کیفیت من نظر شما اینه که بیایم محتوایی رو در واقع بیایم بگیم که تو گوگل نباشه. اگر هم هست باز اون کاستومایز اتفاق بیفته، باز با داستان شخصی قاطی بشه. فکر می‌کنم منظورت اینه دیگه، درست میگم؟
اولا اینکه خونه و ماشین اگه داریم نشون بده، داری نشون بده. یعنی منافاتی نداره. البته یه وقت هست میگه طرف ماشین منو ببین بیا دورمو بخری، که نه، واقعا لایف استایلش یک لایف استایل نسبتا لوکسیه. خب اوکی نیست، تو من بریم کار بعدی رو انجام بدیم. اینا همه منابع. من دیروز یه متنی توی توییتر میخوندم، نوشته بود یکی از دوستان من، یکی از مشتریای من 2 تا مغازه از باباش بهش ارث رسیده، ما این 750 میلیون داره اجاره میگیره، هیچ کارم نمیکنه، میشینه تو خونه سفر این برام. اوکی داری اینو؟ نه. خب اوکی پس دیگه ساکت باش، غر نزن. من در زندگیم چیزی به عنوان غر ندارم. اینو دیگه دختر 8 ساله من فهمیده ها. غر نداریم، یا یه کاری انجام بده یا دهنتو من ساکت باش. من اصلا غر تو کتم نمیره تو هر موضوع. آخه شرایط ایران بده، شرایط ایران بده، بله. فشار است، بله فشار. چیکار کنیم؟ خب برو یه کشور دیگه. نمیتونم. خب دهنتو ببند دیگه. منطقی. این شاید ایران بده، مثلا من 6 ماه کسب و کار آنلاینم نابود شد. بله خب من اصلا نبودیم جای دیگه. الان چیکار؟ شاید میمردی. بعدش چی؟ زنده الان دیگه. من به فال نیک میگیرم که زندم نفس میکشم، چون با مغز خراب و روان خراب که تو نمیتونی کاری انجام بدی. بله. میدونی وقتی میگم کیفیت، منظور من اون نکته‌ایه که آدما ببینن مثل بقیه نیست. یادتون باشه اینجا تناقضی به وجود میاد. میگی تو میگی 3 باش 2 1 درس بده، از من میگی چیزی بود که جای دیگه نیست. من نمیدونم شما کجای مسیری. استارتی کتابو بخون، همین کتابو بیا بگو. همین کتابو بیا بگو. بعضی از آدما، عزیزان من، بعضی از آدما پول میدهند برای خلاصه کتاب. یعنی طرف میدونه ها، میگه ببین میدونم همین کتابو داری خلاصه میکنی بهم میدی، من پول اینو میدم. خب خودشو بخون. نه این خلاصه این دیگه. تو بفهم وقتی تو یک کتابو بخونی خودت بیای درس بدی که آدما پول میدن. چرا پول ندن؟ الان هست دیگه، وقتی به بوکاپو، مینی بوک، همه خلاصه کتاب به قول شما. آره. خیلی بلینک لیست نسخه بین‌المللیشه دیگه. بله. میگه من میاد خلاصه کتاب میخرم. حالا تو میگی ببین من کتاب خوندم با دانش خودم ترکیب کردم، همون کتابو میخوام بهت بگم، باز میخرن. پس من نمیدونم کجای مسیری. اما اگر میخوای برند بشی، مسیر برند یکیش کیفیته، یکیش سبک و نوع تدریس و ارائه توه. نوع تدریس و ارائه من سر کلاس اینجوریه که فوق العاده با آدم‌ها خوش میگذره. من 4 ساعت و نیم کلاس حضوری میذارم و افراد همشون میگن نفهمیدیم کی زمان تموم شد. چرا اینجوری درس میدی؟ چون این ذهنیت منه که اگر خوش نگذره حال نمیده. زندگی اگر به شما سخت میگذرد حال نمیده. من تو کلاس آنلاینتون بودم، یعنی یه جور محیط یه جوری بود که گفتم 1 ساعت وبینار معارفه بود. گفتم چقدر سریع گذشت و چقدر اصلا انگاری داخل جلسه حضوری بودیم. خیلی داشت خوش میگذشت، شوخی داشت، اون تسلطه بود، فوق العاده بود واقعا. یعنی من خیلی کیف کردم. سلامت. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. باید خوش بگذره. وقتی من معتقدم باید خوش بگذره، الان دوست دارم این جمله رو بگم که خوش میگذره، پس میگم. آخه اینو بگی شاید بعضی دوست نداشته باشن. صفحه لپتاپتو ببند عزیزم، من همینم. سر پادکست داره میگه دهنتو ببند، دوست نداری ببند صفحه رو، بزن اون ضرب در بالا رو بزن. من تغییر نمیکنم که تو چی دوست داری عزیزم. میدونی شما وقتی توی برند خیلی خوب میری، میگه 3 تا رنگ دارم، از این 3 رنگ باید انتخاب کنی. در یک فروشگاه در پایین شهر میری، میگه 800 تا رنگ دارم. من 800 تا رنگ ندارم، من همین یه دونه رنگو دارم. میخوان یه دونه رو؟ ولی این یه دونه رو اینقدر فکر کردم که به همه استایلات میاد این یه دونه رنگ. یه دونه اسپورت. آفرین. میدونی من سبک تدریس خودم رو دارم. بعضی وقتا کلاس حضوری، خب من حالا باز کیفیت که میگم قسمت بعدیش میخوام اینو بگم.
یه سوت میزنم سر کلاس، بعد همه مثل مدرس ندیدیم سر کلاس سوت بزنه، من حال میکنم اون لحظه این کار رو انجام بدم. یا با بچه شوخی میکنم، مثلا بعضی وقتا میزنم تا باز تکرار میکنم، کفشمو در میارم میگم پرت کنم کفشمو. آره خب تو انتظار نداری یکی با کت شلوار یهو کفششو در بیاره دیگه. تا به امروز پرت نکردم کفشا رو، نمیدونم حالا کی قسمت بشه پرت کنم. انتظار نداره دیگه. بعضی بگن، شاید بگن اه زشته همینه، بعضی شاید بگن اه چه باحال، چقدر شبیه خودمون، چقدر خارج از عرف نیست این آدم، مثل هممونه. بله، نقش بازی نمیکنه، خودشه. آفرین. قدم بعدی که تو کیفیت خیلی تاثیر داره، ظاهر شماست. لطفا روی ظاهرتون سرمایه گذاری کنین. طلا خریدین برای سرمایه گذاری، یه بخشیشو بفروش برای ظاهرت. میشه لباست، میشه نوع پوششت، میشه لباس با نوع پوشش فرق میکنه ها. لباس خریدنش یه چیزه، نوع پوشش این که چی میپوشی یه چیز دیگه است. قابلیت های ظاهری شما، من هر وقت که کلاس میرم تقریبا نوع آماده شدن و پوشش و اینا مثل اینکه دارم عروسی میرم. سخته دیگه، هر دفعه تو باید آماده بشی برای اینکه میخوای اونجا رو بری. یکی از بیشترین پولایی که من خرج میکنم پول آرایشگاهه. معمولا هفته یه بار حتما هست، بعضی وقتا هفته 2 بار میشه. خب اوکی، این بخشی از این کسب و کاره، این بخشی از این کسب و کاره، باید این کار رو انجامش بدی. وقتی آدمی آدم با کیفیت میبینه از لحاظ ظاهری، بهش اعتماد میکنه، به محتواش اعتماد میکنه. چرا میبینی زیاد کت شلوار میپوشن؟ چون به کت شلوار اعتماد میشه، چون اعتماد میشه بهش. چون اگر تو یه فردیو ببینی که خیلی شیک پوشیده، بعد بهت بگه که شبا قبل خواب 30 دقیقه پاتو تو آب سرد بذار، حرفش اعتماد میکنی. یعنی چون یکی هی افتادم. افکتی اثر حاله اومده وسط. آره. حالا یکی دیگه یقهشو بد بسته، نمیدونم خودشو میخارونه، بعد میگه 30 دقیقه قبل خواب پاتو تو آب سرد بذار. برو همونجا تو خودتو تو آب سرد بذار فعلا. اینا چند تا از المان‌های کیفیت بود به نظر من. بله. که میتونه برای تو خیلی مفید باشه برای ساخت برندت. فوق‌العاده بود. مرسی ازتون. چون میدونم زمان محدوده، خیلی ازتون ممنونم که تشریف آوردین. اگر بخواین نکته آخری بگین به عنوان خلاصه‌ای، که اگر نکته‌ای باشه که شما دوست دارین که به آدم‌ها بگین که میخوان وارد حوزه آموزش بشن یا داخل حوزه آموزش هستن اما به اون نتیجه که میخوان نرسیدن هنوز، اون جمله چی میتونه باشه به عنوان جمله آخر؟ من چند روز پیش توی استوریام اینو گفتم، من انسان یادگیرنده ام، اون هضم تجربه، من از همه یاد میگیرم، هیچ محدودیتی هم برام نداره. یعنی بچه 15 سال ازش یاد گرفتم، آدم 80 سال ازش یاد گرفتم. وقتی این ذهنیت داری که بذار ازش چی یاد بگیرم، تو میرسی به اون جایی که زمانش رو میخری. ببین فکر میکنم برای هممون گوشیمون زنگ خورده از این تماس‌های سلام فلانی هستم، یه دوره 5 جلسه‌ای واسه آماده کردم که اسمش هم دیگه احتمالاً یادتون میاد، من اسمشو نمیگم دیگه. من یاد میگیرم ازش، سیستم سازی خوبی انجام داده. اینو بگم که من در کسب و کار آموزشی خودم تقریبا هیچ کاری نمی‌کنم، مگر الان که دیگه استارت خورده یه سری کارهای در حال توسعه میخوام انجام بدم. یعنی من نزدیک به شاید 2 ساله در ماه 3 تا 4 ساعت کار میکنم، اونم تدریس سر کلاسه. پشتیبانیه که دوره های ما داره لنگشت، ما فقط در خونه آدم ها نمیریم، ما پشتیبانی اینجوری داریم. من ساعت فلان میرم سر کلاس، تا لحظه ای که کلاس شروع میشه من اصلا نمیدونم کلاس چند نفر ثبت نام شده، به منم ربطی نداره، وظیفه من نیست. و میرم وارد کلاس، استارت میخوره، لپتاپ من، کیف لپتاپو میبرم، لپتاپ منو میگیرن وصل میکنن، پرزنتر رو میدن به من، میگن بفرمایید شروع کنید.
کلاس که تموم میشه لپتاپ جمع میشه، میدم به من، پرزنتر جمع، کیف لپتاپ، بفرمایید تموم شد شما برید. من مدرس مجموعه خودم الان هستم، هیچ کاری نمیکنم چون سیستم سازی رو یاد گرفتم چطور این کار رو انجام بدم. واقعا بیکارم، بیکار در این کسب و کارها. من بله روزانه شاید بالای 10 ساعت کار میکنم، بله. بیکار در این کسب و اصلا پیدا کار. کردنتون یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا بود که بگم زمان آره هماهنگ کنیم واقعا، چون کار آره، سرتون شلوغه. واقعا همینطوره. آره آره مثلا تلگرام برام کسی پیام بده شاید 3 روز بعد جوابشو بدم، اینجوری نیست در هر لحظه همیشه در دستش. خیلی کاری زیادی دارم. پس اون یادگیریه باعث شد من از همه چی ببین محتواشو دوست ندارم ولی اینو دوست دارم، قشنگ بود. من در 4 سال پیش یه پولی به نام حدود 50 میلیون تومان برای دوره آموزشی دادم. فکر میکنم به پول الان با دلار در نظر بگیریم نزدیک 300 میلیون اینا میشه، 200 میلیون میشه، شاید 4-5 سال میشه. ببینید محتوای دوره خدا شاهده به قیمت الان 500,000 تومان نمیارزید، واقعا نمیارزید. از یه آدم خیلی معروفی هم گفتم من قربه زن نیستم، من سعی میکنم از درسی که اون اشتباه بهم داده استفاده کنم. اشتباه کردم ولی درسی که از اون اشتباه کردم که نباید دیگه از دستم بره، از کفم نباید بره. به خودم گفتم ببین مگه تو ادعات نمیشه محتوات بهتره؟ گفتم چرا؟ گفت این یه محتوای بی‌کیفیت رو آورد به توی که ادعات میشه فروخت. مگه نمیگی محتوات خوبه؟ برو محتواتو بفروش. و من دیگه فهمیدم هی دنبال این که برو فلان دوره، برو پرزنتت کار کن، برو فروشت کار کن. میدونی این نکته بود که به نظرم هر کسی باید بدونه، یاد بگیر از هر کسی. چرا اینجاش اینجوری بود، چرا اونجا اونجوری، تیزهستی و تیزبینی تو رو میخواد و تو کارت پیاده کنی و عجله نکن ها. چون بعضی وقتا ما این افراد رو فالو میکنیم حالمون بد میشه، وای فلانی رو ببین، اون جمله معروف که و ناگهان نوبت تو میشود، من اینو لمس کردم در زندگی، و ناگهان نوبت تو میشود. اصلا متوجه نیستی، یهو یه جوی واسه چیده میشه، یه اتفاقی میفته فکرش هم نمی‌کنی. چون مسیر خطی نیست، مسیر یهو اینجوری میشه. اصلا این ابهامو داره که همه آدم‌ها تو این مسیر قدم نمیذارن. اگه این ابهام نبود که همه میومدن. من بین دو راه اول مطمئنم نمیرسم و راه دوم شاید برسم، راه شاید برسم رو انتخاب کردم. جای دیگه میدونی قطعا میرسی، خب آره اونو انتخاب کن. تو این راه من میگم شاید برسی، یه سری راههای دیگه اصلا نمیرسی، شاید برسی رو انتخاب کن. من این ابهامو بیشتر میپسندم. پس جمع‌بندی حرفام این بود که یاد بگیر از هر کسی. و این نکته آخر رو هم بگم، حیفم میاد خیلی ضربه خوردم ازش. خیلی فکر نکن لطفا. بزرگترین شاید دستاوردها رو میتونستم زودتر به دست بیارم، فقط نشستم فکر کردم، تحلیل کردم. یعنی ببین 10 تا اقدام کن، 3 تاش بد میشه، 7 تاش خوب میشه، برآیندش مثبته، انجام بده. بعضی وقتا من یه استوری میخوام بدم، میگم بذارم نذارم، بذار بابا چی میخواد بشه. 5 نفر خوششون نمیاد آنفالوت میکنن. از اول پانتومیم بود دیگه که آنفالو کنه. آره اقداماتو بیشتر کن، خیلی فکر نکن، خیلی تو فاز تحلیل نرو که این کارو بکنم، اگه دوره رو اینجوری کنم. بزن آقا پس فردا وبینار با 3 نفر برگزار کن با 3 نفر، انجامش بده و بعد نتیجهشو ببین. امیدوارم این نکاتی که تقریبا جنسش تجربه بود به شما کمک کرده باشه و رشد کنید. آرزو میکنم هر جا هستید سلامت باشید و غرق در حال خوب باشید، چون نمیارزه حالمون بد بشه.
نمی‌دونیم چقدر زنده ایم واقعا. بذار خوش بگذره. بزرگترین افسوس آدمی اون روزی است که میفهمد زمانی میتوانست اما نخواست، اکنون میخواهد اما نمیتواند. نذارید به اونجا برسه. خیلی ازتون ممنونم. من هیچ حرف اضافه نمیزنم، فقط این که پیرو حرف شما عکس هرمزی یه جمله داره میگه که بعضی وقتا موفقیت اصلا نمیدونی که به وجود میاد و انقدر شکست میخوری سر میشی، فکر میکنی که باز به وجود نمیاد دیگه. یعنی زمان وقتی تعیین دیگه نمیکنی فکر میکنی دیگه خیلی دوره، اتفاقا خیلی نزدیکه، چون دیگه تو دیگه انقدر شکست خوردی بالاخره به اون چیزی که میخوای میرسی، حالا شاید خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردی دیگه نمیشه. و این پیرو حرف شما بود و واقعا ازتون ممنونم که امروز اومدین، خیلی لطف مرسی کردین عزیزم. و وقت متشکرم گذاشتین. از بابت دعوت. سلامت باشین. عزیزی، امیدوارم که همیشه این پادکست خفن پیش بره و به جای خیلی خوب برسه. ممنون از شما. مرسی. مرسی از همه عزیزان یادتون که باشه. توجه کردن. آقای فرد نکته هست من در خدمتتون. نه، متشکرم ازتون. پرنده آرزوهاتون روی شونهاتون. خدا نگهدار. سلامت باشین. خدا نگهدار.